این ماجرای ترسناک مربوط به 3 سال پیشه که تازه رفته بودم به یه محله جدید. خونه های اونجا واقعا ارزون بود و محله ساکتی هم داشت. واسه همین خیلی راضی بودم. چند روز از اسباب کشیم گذشته بود و تو خونم استراحت میکردم که یه بوی متعفنی خورد به دماغم. برو دنبال کردم تا ببینم از کجاست و از در خونه بود. در رو باز کردم، دیدم یه دختر اونجا وایساده. لباسای کثیف و پاره پوره تنش بود. موهاش ریخته بود و فقط چند تار مو رو کلش داشت. پوستش کنده کنده بود و کرم و حشره رو بدنش میلولید. جیغ زدم زامبیه! دستگیره رو با دستای پوسیدش گرفت. دهنشو تا ته باز کرد و سرشو فشار داد لای در. فکش انقدر اومد پایین که دهنش خورد به سینش. از ته حلق جیغ کشیدم و بعد ناگهان ناپدید شد. روز اومده بود یه سلامی بهت بکنه. صدای همسایه بغلیم تام بود. داشت می اومد سمت خونم. هر وقت که دیدیش باید بهش چند تا آب نبات بدی وگرنه عصبانی میشه. اصلا به خاطر اونه که این همه آب نبات فروشی تو محلمون داری. تام یه دونه آب نبات گذاشت کف دستم و برگشت تو خونش. مات و مبهوت بودم. یه کلمه هم از حرفش نفهمیدم. کل روز همش قیافه اون دختره می اومد تو ذهنم. پوست تجزیه شده، بوی گند و صدای چندش استخوناش وقتی دهنش باز می شد. سعی کردم فراموشش کنم ولی انقدر بهش فکر کردم تا خوابم برد. آخه اون چه کوفتی بود. نکنه یکی داره تو محله فیلم ترسناک درست میکنه. بالاخره چشمامو باز کردم و صبح شده بود. داشتم میرفتم سر کار که ماشینم یه دفعه صدا داد. انگار زده بود به چیزی. با نگرانی پریدم بیرون. اون دختر جلوی ماشینم بود. سپر جلوی ماشین کامل تو رفته بود. داشت با بدن کج و کله شدهش بهم نگاه میکرد. تمام تنم مرمور شد. پا شد و استخونه پیچ خوردش رو درست کرد. بعد اومد سمتم و دستهاشو دراز کرد. دستاش آب نباتی شده بودن. وقتی دهنشو باز کرد مورچه از سر و کول دندونای فاسدش بالا میرفت. جیغ کشیدم و تام با عجله اومد پیشم. بیا اینجا! چند تا آب نبات انداخت جلوی دختره و برگشت تو خونش. آب نباتای تام رو برداشت، خوردش و دوید سمت خونش و مدتی جلوی درش وایساد. باورم نمیشد چی دارم میبینم. و بعد یه چیزی فهمیدم. موها و لباساش اصلا تکون نمیخوردن و خودشم یه جوری تکون میخورد انگار جاذبه وجود نداره. یهو چشمام سیاهی رفت. وقتی چشمامو باز کردم رو تخت تام دراز کشیده بودم. با ترس از جام پریدم ولی سرم انقدر درد میکرد که دوباره نشستم. تام چه خبره؟ اگه مدت طولانی جایی که روز هست بمونی سلولای بدنت شروع به مردن میکنن. احتمالا متوجه شدی که اون یه موجود زنده نیست. هر وقت موجودی نزدیکش باشه زندگیشو از دست میده. درخت، گل، حیوان، حتی اکسیژن. 20% مرگایی که تو محلمون اتفاق افتاده حل نشده است. چرا؟ چون مجرم مال این دنیا نیست. دوباره تنم مرمور شد ولی گفتم شاید تام داره سر به سرم میذاره. نمیتونستم باور کنم. تا حالا چیزی مثل روح تو زندگیم ندیده بودم. ولی از اون به بعد همیشه همراه آب نبات میبردم. هر وقت میدیدمش یه دونه آب نبات مینداختم جلوش و فرار میکردم. یه بار تصادفی آب نباتو خیلی بالا پرت کردم و یه دونه دست دیگه از دهنش اومد بیرون و قاپیدش. اونجا بود که فهمیدم حرفای تام راست بوده. رفتم خونه تام و راجع به آدمایی که به خاطر اون دختر مردن پرسیدم. اولش دستشو تکون داد. گفت حتی نمیخواد راجع بهش فکر کنه. ولی وقتی اصرار کردم بالاخره به حرف اومد. اولیش چیس بود. یه پسر لات 18 ساله که فکر میکرد روز آدمه. تا قبل از اون صورتش تجزیه نشده بود و خیلی هم خوشگل بود. پسر اونو بوسید و بعد چند ساعت خون بالا آورد و مرد. وقتی کالبد شکافی انجام شد صدها حشره داخل بدنش پیدا شد. تمام ارگاناشو خورده بودن. البته پلیس نتونست علتشو پیدا کنه. اصلا با عقل جور در نمیاد. میدونم. خب آدم بعدی چی؟ لحظه ای ساکت شد و یه فنجون قهوه واسه خودش ریخت. دستش داشت میلرزید. یه زن میان سال به نام نیکول بود. یه روز جنازش پیدا شد. یه مار توی گلوش گیر کرده بود. پلیس نتونست هیچ شواهدی پیدا کنه و پرونده حل نشده باقی موند. حد زدیم که باید کار روز باشه.
چون نیکول هر وقت روزو میدید میگفتش که گورتو گم کن شیطان. فکر کنم روز زیاد از این حرف خوشش نیومده بود. تنم از شدت شوک میلرزید. بس دیگه نگو. نمیخوام تو خونت بالا بیارم. آره، ولی خب اگه آب نبات باد باشه محلمون جای خوبیه برای زندگی. خنده تلخی زد و چند تا آب نبات داد بهم. من بعد از اون همیشه با آب نبات بودم و چندین ماه بی درد سر زندگی کردم. بعد یه روز از خونه اومدم بیرون و دوباره با روز روبرو شدم. دستمو کردم تو کیفم و یهو یادم افتاد آب نبات ندارم، ولی حوصله‌ام نمیشد برم بخرم. واسه همین سری از کنارش فرار کردم. اشتباه وحشتناکی بود. ناگهان زبونش کش اومد و دور بدنم پیچید. به بدبختی خودم رو آزاد کردم و دویدم. اون شب پوست تمام بدنم قرمز شده بود و درد شدیدی داشتم. اینقدر مریض شدم که رفتم بیمارستان. دکتر گفت که یه ماده سمی وارد پوستت شده. بازم پرسید چه اتفاقی افتاده. اینقدر عصبانی شدم که تصمیم گرفتم از روز انتقام بگیرم. از اون روز به بعد توپ‌های آهنی همراه می‌بردم. چند روز بعد که دوباره دیدمش، توپو پرت کردم طرفشو داد زدم یه مدل آب نبات جدیده. توپو گرفت گذاشت تو دهنش و قورتش داد. چند لحظه بعد با درد شدیدی افتاد زمین. گردنشو گرفت و از اونجا دور شد. از اون به بعد دیگه تو دهکده دیده نشد. مردم میگفتن غیبش زده. اهالی دهکده دیگه با آرامش تو خیابونا راه میرفتن. فستیوال خراب کردن آب نبات برگزار میکردن و میگفتن بالاخره میتونن بدون آب نبات برن بیرون. افتخار میکردم که شکستش دادم. تا اینکه یک روز داشتم تو محله راه میرفتم که دیدم یه مرد گنده داره پشمک میخوره. هرچند وقتی از نزدیکتر نگاه کردم دیدم مرد نیست، بلکه روزه. خیلی با قبلش فرق میکرد. پوست تمام بدنش از سنگ‌های خاکستری پوشیده شده بود. گردنش هم مثل وزغ کلفت شده بود. از قیافه وحشتناکش جیغ زدم. دهن گشادشو تا ته باز کرد و دوید طرفم. مخلوطی از بوی شیرینی و تعفن خورد به دماغم و با تمام توانم میدویدم. رسید بهم و یه مایه چسبناک ریخت رو. مایه تمام تنمو پوشوند و کم کم داشت سفت میشد و نمیتونستم تکون بخورم. فکر میکردم پس قراره اینجوری بمیرم. بعد صدای فریادی یه نفر اومد. هی ببین چه آب نباتی دارم. روز وایساد و سرشو چرخون. تام و چند تا کشیش اونجا وایساده بودن. کشیش یه بادکنک آبی بزرگ پرت کرد سمتش و اونم گرفت و قورتش داد. ناگهان حالش به شدت بد شد. بدنش شروع کرد به ذوب شدن و تو زمین حل شد و ناپدید شد. چیزی که کشیش ها پرت کرده بودن بادکنک پر شده از آب مقدس بود. تام اومد و لایه سفتی که روم چسبیده بود و شکوند. وسایلامو جمع کردم و همون روز بعد از اونجا رفتم. بعد از اون دیگه خبری از روز نداشتم. تام میگفت واسه همیشه رفته، ولی فکر میکنم دوباره یه روز برمیگرده.